پس از یک ماه سر و صدا درباره تجاوز شدن دختر 4 ساله از جانب خویشاوندان نزدیکش در شهر ترسونزاده 2 نفر را دستگیر کردند. گمانبران عمک و عمه دختر هستند. جانب دیگری بحث قبلا ادعای دستدرازی به ناموس برادرزاده خود را رد کرده آن را تلاش انتقامگیری عروس پیشین خانواده دانسته بودند. قضیه تجاوز این خردسال امروز در حضور رئیس مجلس ملی تاجیکستان نیز در حال بررسی شده است که تا نزدیک به 1 ماه مقامات دولتی به این قضیه واکنش نکرده بودند. همکارم سربیناز روح الله این موضوع را خوب می‌داند و حالا تفصیلات را از او می‌شنویم. حادثه آخر ماه گذشته توسط رادیوی آزادی رسانه‌ای شده بود و دقیقاً هفته پیش نیز در یک مراجعت ویدیویی بابا و بیبی این کودک 4 ساله از پرزیدنت امامعلی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امامعلی خواستند که عاملان این جنایت سنگین پیدا و جزا گرفته شوند. در پی صبح امروز دادستان کل تاجیکستان خبر داد که 2 نفر از خویشاوندان پدر این کودک 4 ساله را بازداشت کرد. سربیناز متهمان دستگیر شدند اما عیبنامه رسمی نسبت آنها اعلام کرده است یا نه؟ دادستان کل تاجیکستان در خبرش گفت که این 2 نفر بازداشت شده در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگاه داشته می شوند، ولی یک نفر آگاه از تفتیش این قضیه به رادیوی آزادی گفت که در حال حاضر بر اساس 110 یعنی قصداً رسانیدن ضرر جسمانی پرونده باز شده است. این پرونده نسبت به عمه این دختر 4 ساله باز شده است و عمک او برای 72 ساعت به بازداشت موقتی آورده شده است و در حالت اثبات شدن تجاوز دخترچه 4 ساله از سوی عمکش در دایره این حادثه میتواند پرونده دیگر بر اساس ماده 139 کدکس جنایی حرکت دارای خصوصیت شهوانی داشته علاوه شود و همینطور دادستانی از نتیجه آن خبر خواهد داد. سربیناز روح الله همکار ما در دوشنبه بود. در صورت اثبات شدن تجاوز به ناموس کودک مجرمان را جزای خیلی وزنی از 2 تا 20 سال زندان و یا حبس ابد منتظر است. ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد.